در عرفیت میگویند که رسامی یا مصوری ملکه صنعت هاست. رسامی، نقاشی و یا خود نقش‌آفری صنعتی بدیعی می باشد. نازکی های قلم مصور، گوناگون شکلی، احساسی درک و قبول جهانی امروزه مؤلف در آفریده هایش گاه کس را در حیرت می گذارد. یکی از این گونه مصوران ورزیده و با مهارت عبدالرحیم شریپوف می باشد و اساساً با تصویر در روی پوست چاروا مشغول است. به گفته او این نوع هنر نو بوده چند سال اخیر در بعضی کشورها معروفیت پیدا کرده است. چارچوبه رو تغییر می‌کنیم، بعد خیلی نتیجه کرده میگن заготовка تغییر میکنیم. بعد برای در روی پوست تاثیر میکنیم رسم رو. например خیلی مینیاتورها هست از قدیم آمدگی، هم مینیاتورهای در روی پوست تصویر میکنیم. عبدالرحیم شریپوف کار را از انتخاب پوست چاروا آغاز می کند. با گفته نامبرده اساساً پوست را از قصابان در شکل نیم تیار خریداری نموده، بعداً با استفاده از راه و اصولهای مخصوص آن را کار کرد و برای تصویر نمودن آماده می سازند. سپس با استفاده از نوده های درخت و تخته پاره چهارچوبه اطراف رسم را تیار می سازند. باعث تذکر است که در آفریدن شکل تصویر و اندازه و حجم چهارچوبه آن انتخاب وسیع است. در میان تصویرها مشاهده نمودن ممکن است که هر کدام شکل به خود خاص داشته، قریب که یک خیل نیست. اصول آرایش چهارچوبه آن نیز مختلف بوده، نمودهای عجیب و خاص دارد. میگن که همه چی رامکه دارد، چهارچوبه دارد. ما از چهارچوبه سر میکنیم، بعد این خیلی پوستش رو تیار میکنیم. پوست ما برای این پوست خیل کردن طریق دوسالوسی همین کار رشد کردیم. حاضر احیا کردیم تاجیکستان و هنوز زمانی شوروی موضوعهای تاجیکستان و پرگی مورد آموزش و توجه خارجیان قرار نگرفته بود. ایام صاحب اختیاری تاجیکستان و به فعالیت پرداختن سفارتخانه دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی دقت مهمانان به صنعت تصویر کشور بیشتر شد. از این هر یک آفریده رسامان تاجیک که از نگاه موضوع کاملا فرق می‌کند، توجه خارجیان را به این دیار زیبا منظر بیشتر نموده است. اگر به تصویرهای عبدالرحیم شریپوف هم توجه کنیم، درک کردن مشکل نیست که بیشتر منظره و طبیعت و عکس‌های تاریخی تصویر یافتند. این را هنرمند وسیله معرفی طبیعت و فرهنگ و تاریخ و مدنیت کشور به خارجیان ارزیابی نمود. چون که عبدالرحیم شریپوف قید می‌کند امروز اساساً به تصویرهای او خارجی‌ها توجه ظاهر نموده، آنها را همچون ارمغان خریداری نموده به کشوری خویش می‌برند. خیلی حاضر من می‌گیریم در تاریخ ما تیمور ملیک است. ما تیمور ملیک رو معرفی کردیم در کور که دنیا شناسه. همه می‌دونن ما نیکین خودمون با معرفی کردن کور تاریخ خودمون رو، تاریخ تاجیکستان رو، منظره تاجیکان رو سایه‌ها بیان و هم میفهمند چی مونده، چی ها هست، قهرمان ها هست و ها هست، چی نقاش های هستن، هنرمند ها هستن، منظره زیبای تاجیکستان هست. همین چی رو معرفی کردن نکن. در دنیا دو زبان است، یکی زبان گفتگو و دیگری زبان تصویر. این گونه عقیده دارد هنرمند عبدالرحیم شریپوف. او میگوید که تصویر نمودن هم این بیان اندیشه و تفکر است. بعضی هم محض برای تصویر فکر و عقیده و آرزو و آمال خویش را بیان میسازند. یک زبان این زبان شاعر و شعر میگویند و میکنند. بعد دویم زبان این زبان تصویری. همین که یکون کس بیند همین وی فانتازی خودش که وی تصور میکند همین چیه با وابراژینی میگن، وابراژینیش کار میکند و این هم یک زبان، یک شاعر و شعر مینویسند، نویسنده ها مینویسند کتاب. این رسوم هم خیلی تصویر میکنند. این هم یک زبان است که این زبان مثلا میگویم دیگه جا بیان و زبان انگلیسی دارن یا زبان نیمسی دارن. یکی زبان تصویری به پریود و میفهمن همین چیزه. گرچه که از جانب رسامان طبیعت زیبا منظری دیارمان زیاد تصویر گشته باشد هم، ولی هنوز تاجیکستان جهان ناپیدا کناری سرشاری گوهرهای نادیده و ناچیده را میماند، زیرا طبیعت ناتکرار این دیار در خود هزاران موضوعهای ناتکرار و دلنشین را نهان داشته است. عبدالرحیم شریپوف امیدوار آن دارد که نسل‌های جوان رسامان تاجیک این عنعنه اولادان را با شکوه خودسا و دیدی نو ادامه میبخشند. پیش از همه برای فهمیدن و درک نمودن صنعت تصویری ذوق و جهانبینی وسیع داشتن لازم است، میگوید او. رستمبک احمدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.